من به یکی از دوستام وقتی بچه بودم، یعنی من به دوستم دمیر، من خیلی خستم الان، میشه بعدن انجامش بدیم؟ نمیشه. اون حرفی که نزدی هرچی که هست اونو به هم میگی، بعدش منم بهت میگم. ببین اگه میخوای تو یک کم به خودت بیا، منم میرم یه چایی برای خودمون دم میکنم. باشه؟ من دوبله شده دا استودیو جی. آیدا بیا بگیر. اول دبستان بودی، جلوی خونه ما یه چاهی بود، خشک بود چون ما اطرافش بازی میکردیم، روشو بسته بودن. منم برای خودم داستان پردازی میکردم، میگفتم توش یه پری دریایی هست. البته هیچکس باور نمیکرد، میخندیدیم و رد میشدیم. یکی از دوستام یه داداش کوچیک داشت، ادریس. سنش از ما کمتر بود. یه روزی خواسته پری دریایی رو ببینه. وقتی آوردنش بیرون حالش وخیم بود. بعدش یه جوری گذرون. روزنامه‌ها نوشتن یه معجزه بچه کوچیک رو نجات داد. وقتی فهمیدن که باعثش من بودم، منو فرستادن یلاق پیش مامان بزرگم. اون تابستون مامان بزرگم اجازه نداد کسی رو ببینم. بعدش هم که کلی اتفاق افتاد. وقتی من اونجا نبودم دوستای صمیمیم رفته بودن یه شهر دیگه. بابام هم منتقل شده بود یه جای دور. یه اسب داشتم، یه اسب سفید خیلی خوشگل. چون دوستش داشتم بابام خریده بودش. خیلی پیر بود. نمیدونم چی شده بود که پاش شکسته بود. بعدشم مامان بزرگم
همش به میگفت چیزایی که از دست دادم مجازات کارم بوده. کل تابستون تو خواب میدیدم که همه عزیزامو دارم یکی یکی از دست میدم. مامانم، بابام، دوستام، اسبم، پرنده ها، گربم، ادریس. اون روزی که از یلاق برگشتم فهمیدم مامان بزرگم مرده. برای همین نتونستم به کسی بگم که همه کابوسام باعثش مامان بزرگم بوده. یکم سنگین بود. یکم؟ من از تو کوچکتر بودم. هنوز نرفته بودم مدرسه وقتی که مامانم منو ترک کرد. خب من خوابم نمی برد وقتی واقعا رفت. اینو فقط کسایی که به من خیلی نزدیکن میدونن. چیزی که نمیدونن یه همچون چیزیه که کسی نمیدونه. منم میخواستم با مامانم برم، اما بابام منو نشون جلوی خودش. اگه بری باعث میشی من از مادرت جدا بشم، اما اگه با من بمونی مامانت طاقت نمیاره، برمیگرده. اون موقع 6 سالم بود، یعنی وقتی اینو بهم گفت حرف بابامو باور کردم. بعدش به مامانم گفتم که باهاش نمیرم. اونم رفت. آخرین بار اون روز مادرم رو دیدم وقتی 6 سالم بود. برای دیدنت نیومد؟ هیچ وقت؟ هیچ وقت. الرویس. دمیر لطفاً. ببین این فقط یه تکلیف بود، کاملش کردیم و تموم شد. برای اینکه بهم ترحم کنی اینو تعریف نکردم. دمیر چرت نگو. منم برای این تعریف نکردم، اما قلبت خیلی شکسته. برای اینکه مجبور بودی اینا رو تجربه کنی واقعا متاسفم. ببین این موضوع دیگه بازگو نکن. سال هاست از این موضوع گذشته. من دیگه اون بچه نیستم. برای همین طوری برخورد نکن که انگار همونم. خواهش میکنم. همون بچه‌ای.
حرفایی که گفتم فکر کردی لروکس؟ چون من دائم دارم به تو فکر میکنم. شام امشب ساعت 8. İşimde gücümde sığımda solumda ah her yerde sen. Evimde odamda ne işin var ama bıktım artık senden. Bir de artık keşke durup durup aklıma gelmesen. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden. Anlatsam anlamazsın mevzu büyük kalbinden.
شام ساعت 8. دخترا داره یه اتفاقی میفته. آره این موضوع خیلی مشکوکه. یا من دارم عقلمو از دست میدم یا دمیر یه مشکلی داره. آی عزیزم چی شده به من بگو. من واقعا نمیفهمم. دمیر هنوزم از من فاصله میگیره. وقتی منو میبینه مضطرب میشه، اما میاد تو خونه رو میز گل میذاره، میام شرکت شکلات میذاره، یادداشت میذاره. واقعا نمیتونم این آدمو درک کنم. دارم عقلمو از دست میدم. میگم شایدم دمیر خان اونا رو برات نخریده. یعنی شاید یه طرفدار دیگه داری. آره حتما همینطوره. نه بابا کار خودشه. اگه اون نبود ازم میپرسید اینا از کجا نپرسید؟ نکنه این داره با هم بازی میکنه. یه روز توجه میکنه یه روز بی محلی. من واقعا هیچی نمیفهمم. امشب منو دعوت کرده به شام. چی گفتی شام؟ یعنی خودش گفت بریم شام؟ نه یه یادداشت انداخته بود گردن کاراموک. مگه کاراموکو غیر از اون کس دیگه میشناسه؟ بگذاریم. من سر شام میفهمم نقشه اصلیش چیه. من میرم پایین. باشه عزیزم ما هم الان میاییم. وای ای وای بر من چه وضعیت بدی شده دخترم. کاش کاراموکو دیگه قاطی این موضوع نمی‌کردی. خشکی. یعنی اون همه یادداشت میذاریم ببینم دمیرخان اصلا نمیبینه، یعنی اصلا حسادت نمیکنه. نکنه بگی یکی دیگه هست بعد بکشه کنار. همچین چیزی مگه میشه؟ دمیر خان مرد آلفاست. تازه وقتی اون بازیگر خوشتیپا که قراره بفرستم رستوران ببینه دیوونه میشه دخترم. بیا. مزاحم شدم؟ بیا تو عزیزم. بله لروکس خانم. دوبله شده در استودیو جیم. بوراک طرحی که میخواستی رو تموم کردم و برات ایمیل زدم. دمیر خان برای شما هم همینطور. اگه کار دیگه ای نداری من امروز زودتر میخوام برم. مشکل خاصی که نیست. نه امشب یه برنامه ای دارم. ببینم قرار خاصی داری؟ اصلا فکر نمی کنم این به ما مربوط باشه. مجبور نیست به رؤساش حساب پس بده. ما با هم از این حرفا نداریم. ما معمولا همچین سوالایی از همکارامون میپرسیم. مگه نه لروکس جان؟ تو اتاق من نمیتونین بپرسین. زندگی خصوصی کارمندا به هیچ کس ربطی نداره. دمیر خان با بنده کاری نداری؟ نه لروکس خانم، با شما هیچ کاری ندارم. میتونی بری عزیزم، بعدم میبینمت. باشه خیلی خوب. خسته نباشین، موفق باشین. این وضعیت تا کی میخواد ادامه داشته باشه؟ شدم. موضوع مسخره خونه که با لروکس داریم. درسته قبلا هر دوتون با هم اونجا رو خریدین، اما اون قبل از تو اونجا زندگی میکرد. چرا نمیری؟ توصیه میکنم تو مسائلی که بهت مربوط نیست دخالت نکنی بوراک. اینطوری راحت تر کار میکنی. خب حالا که پرونده های مشتری ها رو نگاه کردیم منم دیگه میرم. روزت بخیر. هم گل شکلات و پیشنهاد غذا میفرسته، هم میگه هیچ انتظاری ازتون ندارم. چی؟ شیطونه میگه اصلا نرو تا صبح منتظر بمونه. آی نه بابا، دلم نمیاد منتظر بمونه. میرم جلوش میشینم و بهش میگم منظورت از این کارا چیه؟ نه؟ آره این که نمیشه، این هم نمیشه. چی؟ کدومشون؟ این؟ یا این؟ آها این. آفرین، منم از این خوشم میاد. خوشم اومد، خیلی خوش طریقه.
قراره تو رستوران هم دیگه رو ببینم. میخواد شام بخوره. به چی میخندی بدات؟ وقتی تو با آلارا رفتی پاریس، لروکس هم دقیقا مثل تو حرسش رو زمین خالی میکرد. یه لحظه، یعنی میگی این کارا رو میکنه که با من مقابله به مثل کنه؟ یعنی داره یه بازی جدید میکنه؟ موضوع چیه؟ پارانویا گرفتی. خیلی بهت میاد دمیر. فقط همینت کم مونده بود که دیوونه بشی. به زودی وداد، اصلا نگران نباش. به جای اینکه دیوونه بازی در بیاری، برو خودت از دختره بپرس. بگو اینا رو کی فرستاده، با کی قراره شام داری؟ این کار انقدر سخته؟ آره خیلی سخته، چون دارم سعی میکنم ازش دور باشم. هیچ انتظاری ازش ندارم. یعنی با خودم گفتم تا زمانی که از احساساتش از اینکه بازی در نمیاره مطمئن نشم منتظر میمونم. نمیتونم از کسی که دوست دخترم نیست این سوالا رو بپرسم. مثل بازجویی میشه. یعنی اینطوری نمیشه. این کارا در شأن من نیست. باشه بابا، اصلا نپرس. بذار بره. البته بذار بره. تو یادداشته نوشته بود قرارشون کجاست؟ ممنونم. من اینجا چی کار میکنم؟ عصر بخیر. دیر که نکردم نه؟ چطور؟ یعنی نمیدونم. تو اینجا چی کار میکنی؟ منظورت چیه دمیر؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ من؟ اومدم غذا بخورم. یعنی تو این استانبول به این بزرگی جای دیگه واسه غذا خوردن وجود نداره؟ نکنه تو منو تعقیب میکنی؟ نفهمیدم. داری فیلم بازی میکنی؟ شما لروکس خانم هستید درسته؟ بله. میزتون اون سمته. بفرمایید راهنماییتون میکنم. ببخشید. البته. پس برنامه‌ای که به خاطرش مرخصی گرفتی این بوده. فهمیدم. باشه برو لروکس. اگه تو به خاطر اینکه من اینجا معذب میشی من میرم، مشکلی نیست. یعنی لروکس رفته؟ اونو بیخیال. در اصل به نظرتون دمیر خان رفته رستوران؟ من خودم الان پیدا میکنم که اون کجاست. عزمی شماره اون رستورانه چی بود یادته؟ یه پیام از طرف لروکس. اونی که منو به شام دعوت کرده دمیر نیست. یعنی من با کی قرار دارم؟ وای مثل اینکه با دمیر حرف زده. خب اگه اون نیاد این کار کنسله. وای ما این همه نقشه کشیدیم که لروکس با یه هیکل درشت غذا بخوره. از طرف لروکس. دمیر هم اینجاست. اون اینجاست، اما کسی که منو دعوت کرده اون نبوده. دیگه دارم دیوونه میشم. اومده. خیلی خوب شد. از حسودی افتاده دنبال دختره. به خدا این پسر عاشق لروکسه. این کار دیگه ردیف نقشمون داره میگیره. نقشمون داره میگیره.
دخترا گوشیتون رو نگاه کنیم ببینیم پیامی چیزی نیومده. نه متاسفانه نه. خب بریم اونجا یه نگاهی بندازیم. خیلی ریسکش بالاست. اگه یکی از ما رو ببینن کل نقشمون به هم میریزه. خودتون میدونین. یکم دیگه صبر کنین. شما نگران نباشین، همه چی تحت کنترله. به رفیق خوشتیپمون هشدار دادم اگه مسئله پیش بیاد سریع به هم زنگ میزنه و خبر میده. این دیگه چیه؟ دمیر سر یه میز تنها نشسته و منم سر یه میز دیگه منتظر کسیم که نمیدونم کیه. تازه فهمید که با یکی قرار دارم. جلوی چشمش قالم گذاشتن. من دیگه میرم. یعنی چی آخه؟ چرا پشت میزای جدا نشستن؟ جنتلمنه کجاست پس؟ مگه دارن بلند میشن؟ چیکار کنیم؟ الو لروکس جون، اگه بفهمم اون بیشعوری که تو رو قال گذاشته که استخونشو میشکنم. اما الان تو اونو بیخیال. اصلا جلوی دمیر خانم تابلو نکن که قالت گذاشته. انگار الان خودت همینطوری اومدی بیرون که غذا بخوری، با لذت غذاتو بخور. باشه اصلا بلند نشو. نه جونم، اگه همچین چیزی میشه چا برو ریزی. همچین چیزی نیست. باشه عشقم، گوش کن ببین چی میگم. غذاتو بخور. قرار شد بمونه. من حال اون بازیگر رو میگیرم. حالا ببینی رد تماس داد، پیام فرستاد، از سر صحنه به هم زنگ زدن، منم رفتم. الان باید خبر بدی بیشعور. سریع باید یه نفر بفرستیم پیش لروکس، چون قال گذاشتن کل جاذبه رو از بین میبره. به ابراهیم زنگ بزن، بگو زود بره اونجا. باشه، اما خب اونا با هم دیگه دوستن، یعنی دمیر خان به ابراهیم حسودی نمیکنه. خیلی خب یکی رو خبر کنین ببینم دور و بر شما هیچ کس نیست. یعنی میگم این پسر براکو خبر کنیم ها. زود باشین دیگه، زود باشین یه تصمیم بگیرین، صدا کنیم یا نه. زود باشین. هنوز تو رستوران، لطفاً بیا. میزنم سرشو میشکنم. وداد هر کی میخواد باشه. یعنی چی؟ هنوز طرفو ندیدی؟ نه، دختره رو قال گذاشته. معلوم نیست عوضی داره چی کار میکنه. بی خیال، اونو ولش کن. خوب شد که نیومد. اصلا هم خوب نشد. وداد دختره الان چند ساعت اینجا تنهایی نشسته. تا موقع بسته شدن رستوران منتظر یکی مونده رو من خوب درک میکنم. الان اگه بفهمم کی این کارو با لروکس کرده یه بلایی سرش میارم. باید قطع کنم، بعدن حرف میزنیم. یکم دیگه میبندیم قربان. باشه. زود باش لروکس، بریم. تو بودی؟ آره. الان تقاص چی رو ازم گرفتی؟ دمیر ارندی حساب پس نمیده، حساب پس میگیره، مجازات میکنه، تلافی میکنه. امشب از حسابم کم کردی. چی داری میگی لروکس؟ نمیفهمم. زود باش بریم، بعد بریم خونه. اون دیگه نمیاد. منتظر هر کی هستی نمیاد. چی میگی؟ داری شوخی میکنی؟
تو رو اینجا تنها نمیذارم لروکس، زود باش. تو برو دمیر، من همینجا میمونم. مشکلی نیست، این خانم محترم رو میشناسم. اتفاقا یه مشکلی هست. این آدم منو ناراحت میکنه. آره این آدم. مشکلی نیست، میتونیم بریم. لروکس دارن رستوران رو میبندن، میشه بلند شی لطفا؟ من نمیخوام باهات بیام. واضح نیست؟ سیگنالای پیچیده هم نمیفرستم. نمیام، تو برو خونه. لروکس اگه بلند نشی بغلت میکنم. نمیتونی که. گفتی باید از هم دور باشیم. ببین دوریم دیگه. نمیخوای که فاصله بینمون رو خراب کنی. دمیر به پلیس زنگ میزنم. دمیر. آیدا جون مطمئنی که توی این مکانه؟ چون اینجا رو دارن میبندن. براک جون فکر کنم لروکس حالش خوب نیست. ما هم ماشین نداریم، یعنی میخواستم با تاکسی برم اما خب راستش اما به من گفته بود برنامه داره. باشه من خودم میرم یه نگاهی میندازم جلوی رستورانم. دمیر من نمیخوام بیام، لطفاً ولم کن. زود باش لروکس. دمیر میگم نمیخوام بیام، ولم کن دیگه. لروکس زود باش، میریم خونه. دمیر واقعا نمیخوام، میشه کیفمو بدی؟ میخوام برم. لروکس یه لحظه صبر کن، اول آروم باش. باشه خیلی ناراحت شدی، میدونم، حتی میدونم چه حس بدیه، اما هر عوضی که این کاری کرده واقعا ارزششو نداره به خاطرش ناراحت باشی. باشه زود باش بریم. تو چرا این کارو با هم میکنی؟ چرا اینطوری رفتار میکنی؟ ببین دمیر، من دیگه خسته شدم. چرا اون گلا رو برام فرستادی؟ ها؟ چرا منو به شام دعوت کردی اینجا و تنهام گذاشتی؟ باشه قبول، فهمیدم از دستم عصبانی، اما این کاری که کردی خیلی بیرحمانه بود. لروکس چی داری میگی تو؟ من نمیفهمم. اون گلا رو من نفرستادم، قرار امشب من ترتیب ندادم. یعنی چی؟ تو نبودی؟ لروکس من همچین کاری با تو میکنم؟ اما من فکر کردم کار توه. فکر کردم اون کارتارم تو فرستادی دمیر. تو برای همین اومدی؟ یعنی فکر کردی من دعوتت کردم؟ چون میخواستم اون تو باشی. واقعا من چقدر احمقم دمیر. برو لطفاً برو. باشه ببین من الان ازت خجالت میکشم، نمیتونم تو رود نگاه کنم. نمیام من خونه. برو. دوبله شده در استودیو جم. دوست دارم.
لروکس بیا پایین. دمیر اراندیل منو دوست داره، اونم منو دوست داره، همه بشنوین. لروکس اتفاقا جلوی رستوران با دمیر وای چجوری با هم بودن؟ داشتن همدیگه رو میبوسیدن. قسم بخور. فکر نکن با جمله دوست دارم به این راحتی ها میتونی خلاص شی. دمیر منو دوست داری آره؟ نظرتو عوض نکردی؟ عوض نکردم. یعنی اون عوضی تو بودی آره؟ اون طرف که کاشتش تو بودی؟ قطع میکنم بدات. بزرگترین خر من باشه؟ خوبه؟ راضی شدی خرم؟ دمیر اما خرا حیوانای با مزه‌ای تنها نیومدن؟ البته که نه. دمیر من اصلا همچین کاری نمی کنم. تو حتما باز اشتباه برداشت کردی. فقط تا خونه منو رسونده. کی؟